درود بر شما عزیزان. امیدوارم که تا اکنون اوقات خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. عزیزان، همونطور که خودتون میدونید ویدیوهایی داره گرفته میشه در رابطه با اینکه چه کار کنیم که خود برتر رو بشناسیم و چجوری با خود برتر ارتباط بگیریم و این خود برتر چقدر میتونه روی زندگی ما تأثیر داشته باشه. امیدوارم که تمرینات رو انجام داده باشین، اون 4 جمله رو تکرار کرده باشین و خودتون متوجه تأثیر شگفت‌انگیزش در زندگی خودتون شده باشین. عزیزان، این انتظار رو نداشته باشین که در عرض چند روز یا چند هفته همه چیز تغییر کنه. این یک پروسه است و بهتون قول میدم که وقتی این پروسه به شکل روتین در بیاد خودتون متوجه میشین که همه چیز در دنیای اطراف شما تغییر کرده. در واقع هیچ چیز در دنیای اطراف شما تغییر نکرده، این شما هستید که تغییر کردید و این دیدن این تغییر در دنیای بیرون، این یعنی شما در یک لول جدید قرار گرفتید، شما لول اپ گرفتید و به مرحله جدیدی وارد شدید. جا داره که تبریک بگم به شما عزیزان و خوشحالم با عزیزانی که با ما همراه هستن و خودشون در واقع دارن این زندگی رو با دستهای خودشون از نو میسازن. این یک تولدی دوباره است عزیزان، یک تولدی تازه است و خیلی عالیه که شروع کردیم به انجام دادن این تمرینات. امروز میخوایم در مورد واژه ترس صحبت کنیم. تنها واژه‌ای که وقتی که به وجود اومد شروع کرد به پایین کشیدن انسان از اون جا و مقام اصلی که داشت، از اون انسانیت، از اون والا بودن، از اون جا و مقامی که برای انسان در نظر گرفته شده بود، انسان نزول کرد. همه ما این رو میدونیم و طی تاریخ به همه ما ثابت شده. انسان یک موجود والاییه با قدرت بسیار زیاد. انسان اینقدر قدرتمندی که اگه اراده کنه هر کاری را انجام میده. البته هرچی که انسان آگاه تر باشه با درایت تره. آگاهی زمانی از انسان گرفته شد که واژه ترس وارد دنیا شد. واژه ترس به خودی خود هیچ معنی خاصی نداره. زمانی ایجاد میشه که برای ما اون شی یا اون مسئله ناشناخته باشه. مثلا ما در مورد آینده ترس داریم برای اینکه آینده رو نمیشناسیم، برای اینکه نمیدونیم قراره در آینده چه اتفاقی بیفته. این باعث ترس و وحشت ما میشه. وقتی که فکر میکنیم که قراره چه اتفاقی بیفته، یکی یکی آیتم های منفی میان و ما میگیم نکنه این اتفاق بیفته، نکنه اون اتفاق بیفته. یعنی شروع میکنیم به پیش داوری کردن در مورد زندگی خودمون. بعد کم کم متوجه این میشیم که طی زندگی این ما هستیم که روبروی خودمون وایسادیم، این ما هستیم که با خودمون میجنگیم، این ما هستیم که هر آسیبی که در اجتماع، در جامعه، در دنیا داره ما رو تهدید میکنه از جانب ماست و اصلا قشنگ نیست. شاید یه عده از عزیزان در مورد این مسئله گارد داشته باشن. هیچ اشکالی نداره، من به اون عزیزان هم احترام میذارم و اونا رو دعوت میکنم که با ما همراه بشن تا این مسئله رو ما کم کم باز کنیم. وقتی که ذهن ما شروع میکنه به ترسوندن ما، در واقع میخواد یه جورایی ما رو در امن و امان، در یک محیطی در امنیت کامل نگه داره. مثال میزنم براتون. غارنشین ها رو در نظر بگیرید. زمانی که در غار زندگی میکردن فقط میومدن برای اینکه مثلا بخوان یک شکاری داشته باشن، یک چیزی بخورن و دوباره به غار پناه میبردن و اگه قرار بود که از اون غار یا از اون محوطه خودشون، از اون محیطی که برای خودشون ساخته بودن فاصله بگیرن، اینها معتقد بودن که از بین میمیرن و مرتب به افرادی که از بین رفته بودن فکر میکردن و همین عامل باعث میشد که اونها در واقع متوقف بشن، راکد بمونن. همین کار رو الان ما داریم انجام میدیم و همونطور که شما همتون مستحضر هستید، انسان حتی با تکنولوژی هم هیچ پیشرفتی نکرده و هیچ لولی نگرفته، بالاتر نرفته. همون جایی که بوده با همون ترس‌ها و وحشت‌ها داره زندگی میکنه تا اکنون. ترس‌ها و وحشت‌ها زمانی از بین میرن که ما در واقع بدونیم که اونها یک شبحی بیش نیستن. حالا چجوری متوجه میشیم که اینها اصلا وجود ندارن؟ وقتی همه اینها زاییده افکار ماست
وقتی بر اون واقف و آگاه باشیم، مثل این میمونه که خب وقتی یه آدمی خوابیده ممکنه هر بلایی سرش بیاد، ممکنه یه شیئی از بالا پرت بشه مثلا روش، یا هر اتفاقی تو زلزله از بین بره، ولی انسانی که بیداره میتونه خودش رو از این خطرها نجات بده. دقیقاً الان در زندگی ماها همین مسئله هست عزیزان. ما وقتی که شروع کنیم به بیدار شدن متوجه این میشیم که در چه جایگاهی قرار گرفتیم و میتونیم یکی یکی از تله‌های ذهنی خودمون رو نجات بدیم. تله‌های ذهنی همین رفتارهای زندگی روتین، کاری که داریم انجام میدیم هستن. مثلا فرض کن امروز تصمیم میگیریم که یک حرکتی انجام بدیم. یه مثال کوچیک عرض میکنم که تو زندگی همه ما اتفاق میفته. دلمون میخواد که یک هنری، یک توانایی رو بروز بدیم از خودمون. مثلا یه قیچی برمی‌داریم، یه پارچه، یه کاغذی که میخوایم یه شکلی باش درست کنیم، یه کاردستی درست کنیم، یک خیاطی مثلا انجام بدیم، یک حرکت جدیدی انجام بدیم. اگه دقت کرده باشین شما تا چند ثانیه خیلی به اون قضیه مشتاق هستید، اما بعد از چند ثانیه کم کم اون اشتیاق فروکش میکنه و ما منصرف میشیم. این کار ذهن عزیزان ما رو منصرف میکنه، ما رو متوقف میکنه و مانع رشد کردن ما میشه. حالا چرا این کار میکنه؟ طبق همون فرمولی که عرض کردم که انسان‌های نخستین از خودشون مراقبت میکردن، هنوز ما در همون لول هستیم و ذهن برای خودش یک منطقه امن درست کرده و دوست نداره که ما از اون منطقه خارج بشیم. مرتب با ترسوندن ما، انقدر ما ترسیده شدیم از هر چیزی که در روز هزاران بار از این واژه به راحتی استفاده میکنیم بدون که متوجه بشیم. یعنی ما اتوماتیک بار این کلمه رو به راحتی استفاده میکنیم. وقتی که از ما میخوان که یه جایی بریم، اولین کلمه‌ای که میگیم میترسم سرما بخورم، هوا سرده، میترسم گرمازده بشم، میترسم دیر به اتوبوس برسم، میترسم غذام بسوزه، میترسم به اداره دیر برسم، میترسم با رئیسم درگیر بشم. ما مرتب داریم در مورد زندگی خودمون عزیزان پیش داوری میکنیم، مرتب داریم خودمون رو داوری میکنیم، مرتب داریم به خودمون میگیم همون جایی که هستی وایسا و تو حق پیشرفت نداری، تو حق نداری یه قدم بری جلوتر. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن برای ما منطقه امن ساخته و وقتی که ما میخوایم یه قدم بذاریم بیرون از اون منطقه امن، اون شروع میکنه به ترسوندن ما و از اون مسئله یک غول میسازه و ما فکر میکنیم که نکنه پس من نتونم اون کار رو انجام بدم و منصرف میشیم. اکثر ما منصرف میشیم، ولی افرادی هم خوشبختانه توی جامعه داریم که آدمای موفقی هستند. اگه بارها برای این سوال پیش اومده که چجوری میشه اون آدما اینقدر موفقن، ما هم همون کارا رو کردیم ولی چرا پس ما آدمای موفقی نیستیم؟ فقط یک عامل بازدارنده است، اون هم ترسه. اونها بر اون ترس غلبه کردن، به اصطلاح امروزی اون ترس رو دیدند، اون ترس رو مشاهده کردن و توی دل اون ترس رفتن، با ترسشون مقابله کردن و بهش اعلام کردن که تو هیچ قدرتی بر من نداری. اونها ترس خودشون رو مشاهده کردن و دیدن یک حبابی بیش نیست که با یک نشانه، با یک تلنگر کوچیک اون حباب میترکه و از بین میره. ولی افرادی که هنوز در یک لول موندن و هر کاری که میکنن، وقتی که مراجعین میان و میگن من هم همون کارا رو کردم، من هم تو دل ترسم رفتم، نه عزیزان، یک فرق عمده وجود داره بین افرادی که موفق شدن و افرادی که موفق نشدن. افرادی که موفق شدن قاطعانه بر ترسشون غلبه کردن، افرادی که موفق نشدن با ترس پیش رفتن. گفتن انجام میدیم، مثلا به یه نفر میگه این کارو بکن، اولین حرفی که میزنه میگه آخرش اینه که نشه دیگه، فدای سرم که نشد. این هم یک جمله اشتباهی عزیزان. وقتی میگیم آخرش اینه که نشه، ما داریم آخرش رو باز هم پیش داوری میکنیم، ما باز هم درگیر خود داوری شدیم و این اشتباهه.
میگیم ما این رو انجام میدیم با تمام توانمون. من از 100 رو میذارم و چیزی که برداشت میکنم حداقلش 70 و این یعنی پیروزی. ولی وقتی میگیم اشکالی نداره نشد، این جمله اشتباهه. چرا ما واژگان اشتباه رو استفاده کنیم و انتظار داشته باشیم که نتیجه 100% نتیجه خوبی باشه؟ نه عزیزان، این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما به درجه‌ای از آگاهی و بیداری برسیم که بتونیم تشخیص بدیم که بله من این کاره هستم، من میتونم این کار رو انجام بدم، این توانایی منه. وقتی ما با ترس هامون قاطعانه روبرو میشیم متوجه میشیم که چه توانایی هایی در وجود ما هست و ما تا الان نمیدونستیم. ولی یک نکته‌ای که خیلی مهمه میخوام بهش اشاره کنم، اونم این هست که نگید چرا من تا الان متوجه این نشدم، نگید که چرا تا این سن من دیگه از من گذشته، نمیدونم من 70 سالمه، من 80 سالمه. جلوی ضرر رو هر جا که بگیرید منفعت عزیزان. هیچ وقت خودتون رو قاطی این مسائل نکنید. اگه بگم بهتون این هم بازی ذهنه، شاید شما بگین این که نشد پس ذهن داره زندگی میکنه. بله دقیقا همینطوره، ذهن داره زندگی میکنه و انسان واقف، انسان آگاه، انسان بیدار انسانیه که این بردگی رو، این بندگی رو از ذهن میگیره و به ذهن اعلام میکنه که من رئیس هستم، من مستر هستم، من مدیر این زندگی هستم و تو دیگه بر من قدرتی نداری. و ما شروع میکنیم به آگاه شدن، شروع میکنیم به بیدار شدن و این بیداری باعث میشه که ما تأثیرات خیلی خیلی شگفت‌انگیزی رو در زندگیمون مشاهده کنیم و وقتی اون تأثیرات رو میبینیم تازه متوجه میشیم که به قول امروزی‌ها ما با خودمون چندیم، چقدر من شکوفا هستم، چقدر من انسان والایی هستم. و یه نکته کلیدی دیگه، اجازه نمیدم عوامل بیرونی روی من اثر بذاره. عزیزان این خیلی نکته مهمیه. وقتی که ما اجازه میدیم که عوامل بیرونی ما رو خوشحال کنن، به همون اندازه هم اجازه میدیم که عوامل بیرونی ما رو ناراحت کنن. وقتی که من میبینم اگه 1000 نفر من رو تایید کنن، 1 نفر انتقاد کنه و بگه من اصلا از اون ویدئویی که شما گذاشتین خوشم نیامد، اگه من تحت تاثیر ذهن و ترس ها و دلهره ها باشم، بلافاصله پایین کشیده میشم، از اون مقام بالای خودم میام پایین، نزول میکنم، پایین میام و میگم که پس من دیگه این کار رو انجام نمیدم یا دیگه پخشش نمیکنم. این یعنی عوامل بیرون میتونه روی من اثر بذاره. ولی وقتی که ما این ارتباط رو با خودمون داشته باشیم و خودمون رو دوست داشته باشیم و این رو به جهان هستی اعلام کنیم، متوجه این میشیم که ما چقدر با ارزش هستیم واقعا و این ارزش باعث میشه که ما بتونیم با ترس ها مقابله کنیم. عزیزان اشتباه نکنیم، هیچ جنگی در کار نیست. ما در کمال صلح و آرامش زندگی میکنیم. هیچ جنگی در کار نیست. فقط کافیه که خودمون رو به جریان آب بسپاریم. ترس ها میان، هیچ اشکالی نداره. ما اونها رو نگاه میکنیم ولی اجازه نمیدیم اونها برای ما تصمیم بگیرن. واژه ترس خیلی وسیع هست عزیزان و من ترجیح میدم این رو طی چند جلسه با شما عزیزان در میون بذارم. خوشحال میشم که نظرات شما عزیزان رو در این مورد بدونم. هر سوالی که هست، هر موردی که براتون پیش میاد، هر فکر میکنید که نکته‌ای هست که باید گفته بشه، من با آغوش باز پذیرا هستم و در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم که روز و شب عالی داشته باشید. خدا نگهدار.